سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ ما توی این ویدیو اومدیم بچه‌هایی که اومده بودن تو SMP ما چند وقتشون باشون بازی می‌کردیم و بهتون معرفی کنم. و میدونین چیه؟ اگه لایک کنین من اینطوری میشم. آره. و خب اولش اسمش ایوانه. ایشون ماینره و مشکل کمبود غذا داره همیشه و عاشق ترکوندنه. نزدیک بود یه بار SMP رو به باد بده و آره خیلی کر میریزه و اگه ایکس ری نزنه واسه من عجیبه، یعنی این چیتر باشه. اینجوری بهت بگم ایشون ایوانه و همیشه غذای بنی بدبخت رو میدوزه، یعنی اینقدر مظلومی چی نمیتونه بهش بده، قصه میخوره میاد حتی از رستورانش هم دزدی میکنه بدون حتی یکم اجازه. اصلا بیچاره بدبخت به دقیقا بیچاره فارمر ما میگه. ایشون ساسک است، فارمر ماست. معمولا غذا خودش هیچی نداره بخوره و ما معمولا از رستورانش دزدی میکنیم. آره کشاورزی میکنه و خودش معمولا غذا درست حسابی نداره. میخوایم بهش بگیم ما به اون یه دونه طویله دادیم که گوسفنداشو نگه داره، خلاصه بهشون غذا بده و هر کاری اونا میکنن دید بزنه. آره هر کاری. آره بیاین حالا از این قسمت خارج، بیا اصلا این بحث خارجیم. اون میخواست همیشه تا جایی که بود تو خونه من ازش همش دیگ میزد. خب من مجبور شدم اینو براش بسازم دیگه. آره خلاصه اینجا که برسیم اینجا ورودی رستوران ساسک است که البته ما رستوران بهش نمیگیم، بهش میگیم فقط انباری غذا. ما هیچ وقت ازش خرید که نکردیم، فقط دزدی کردیم چون همه غذاهاش هم ما داره. آره ما گشنیم، بذار اینجوری بگم. باگ به خدا باگ، اینجا بدراک نیست، اینجا باگ راکه. و خب آره به بیلدری خودم افتخار میکنم که همچین جای قشنگی من و خب آره دیگه اینجا هم از رستوران شیخ. اگه خواستید وارد همچین جایشین اول باید چیکار کنین؟ منو ساب کنین. منو میخوام سریعتر نزدیکی به 400 تاییش همون 400 تایی شدن هم جشن بگیم. و خب باید بگم که میتونیم بیاین چنل تلگرام به پیام بدین، 2 نفر بیشتر جا نداریم. و باید بگم ما هنوز به ندر نرفتیم. نگاهشون کن دارن بدون شک به من فوش میدن. اصلا نمیذاشتم من ویدیو بگیرم، انقدر اذیت میکردم وسط ویدیو. و خب آره اگه میخواین بیاین میتونین چنل تلگرام به پیام بدین که آیدیشو توی بیوی چنل گذاشتم. و خلاصه 2 نفر بیشتر جان نداریم، ما هنوز تو ندر نرفتیم، ندرایتی نشدیم، ولی فول دایمن فول چندیم. اگرم بیاین من آدم خیلی دست و دلبازیم، به خود به تک تکتون کمک میکنم، اینقدر آدم خوبیم من. و خب چی نزنین یه لحظه دارم ویدیو میگیرم، نکنین بچه‌ها. آره خلاصه اینجا آبروی هممونو میبرن، آبرو شرف ما رفته تو این SMP. و خب میتونین ویدیو بگیرین یوتیوبر بودن نبودنتون اشکال نداره، فقط لطفا زیر 16 سال باشین چون ما زیر 16 سالیم دیگه. آره یکم دیگه 16 سالم میشه. نزنین یه لحظه. آره خلاصه میخوای ویدیو بگیرین حداقل با ما هماهنگ کنین که بگیم کمتر فوش بریم تو ویدیوهاتون، یوتیوب بنتون نکن. خیلی نگاهشون کن، هیچ کدوم کارشونو درست هم انجام نمیدن، به منم زور میگن. تازه این وسط من رئیسشونم و نگاه شده یه کار مفید تا بکنن، همه چیشونو من براشون جور کردم، از توتما بگه تو تک تک ترایدنتی هم که الان دست ساسکس من بهش دادم، قبلا ترایدنت من بود. مردم چقدر میتونن گوشنه باشن من درک نمیکنم، به خدا بچه‌ها. تو رو خدا دوستا آدم میان SMP من از شر اینا خلاص کنم، یکم با آدمای درستابی دست و پنجه نرم کنن. اینا قد از من دزدی کردم و من یه زندگی اصلا نمیدونم من یه زندگی درستابی یعنی چی. و خب آره دیگه همینه. اگه خواستیم بیاین لذت ببریم دیگه، از تنهایی باید در بیایید دیگه. آره خلاصه. و خب چیز جالب دیگه واسه گفتن ندارم، لایک کنید، ساب کنید. میخوام 400 تاییشم. یکی مرد باز دست گل باب دادم.